ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки тансияту хонобод ҳастен. имрӯз 2 феврал зодрӯзи бародари ормонии ман Саадуллоҷонай. Саадуллое ки дар айни камолоти умр аз дасти ҳамсояҳои қотилаш кушта шуд. Саадуллои хоксор, Саадуллое ки дар вақти дар қайди ҳаёт буданаш ягон бор зодрӯзашро қайд намекард. имрӯз мо наздикон мехоҳем дар рӯзи зодрӯзаш ёде аз ӯ кунему дар ҳаққаш дуоҳо кунем. дӯстони азиз, марҳамат навори моро то охир тамошо кунед ва дар ҳаққи бародари ман як ҳафт дуо кунед, зеро дигар ба ӯ ба ҷуз дуо чизе лозим нест. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي على عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهی هدی کردیم بخش انسان سمار که من بار نمازم خدران مادران جمعی مومنین مومنات سمات خصوصا بگذشتگیان همین خاندان همچنان تاریخ و شایسته جنت گردم فردا روز قیامت از پوست داشتن از آسام گردم. الهی رحمت بر حال ما کن، احسانت نیکی و عطا کن، فردا قیامت از اینان دوزخت ما بر خدا شاجیم اتانم ایمان امان تندرستی علم و عمل فرا دستی این دینی مقدسی که بر ما آورده رسانده و فرزندانم برای اونو برسانی، فرزند برگان ما را داننده اسلام خواننده قرآن بگردان، از تمام بلای زمین و آسمان در پناه خود نگه دار. اللهم اغفر لوالدي وللأستاذ ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورفيع الدرجات ومنزل البركات وقاضي الحاجات برحمتك يا آمین. الله اکبر. هزار رحمت خداوند کریم جای دولت ارمانی مرا جنت کنه، جای همه گذشتگان مرا خداوند کریم جنت کنه، روشن شاد کنه، گرشان آباد کنه. اگر میشه کل چند سال میشه منظوره 40 سال میشه، این 10 سال میشه و قریب که نیست در بین ما. صد لاک ما خیلی امروز یک آش کردیم، گفتیم که بشینیم کمتر به یاد بیاریم خدا رحمتی را. خیلی منظوره کمتر ای خدا رحمتی سادلو جان به یاد بیار. برای من دایره دور من رفتن نتونستم. اگه وقتیش تلفن را گپ میزدم بچه زوکاش بده گپ نمیزد کو ایسو میکشید، همه ایسو میکشید. گپ زدن نمیتونست، نان خوردن نمیتونستم. خب بچه خوبی بود که آخه ما آخش بودیم میومدیم قطیش میشیشتیم ایزو میکشید، نمیتونست نان خورده قطی کس گپ زدن نمیتونست. هم خونه که خودش میرفت میشیشت قطی هم بوده کوی کسلیش میگفتیم شم خبی و قطیمون بشی میگفته نمیامد میشیشتم اونجا را با یک کس کار نداشت. هم خب بچه بیوزار بوده، بچه خوب بوده، روی هیچ کار نگاه نمیکرد. عذاب کشیده یا عمر عذاب کشید، راحت ندید از زندگی. پروایی نیدید رجدین داشت، نه پروایی چی، فقط مهنت میکرده، عذاب میکشید، خانه میکرد بوده کام جو بجو کنه میگفت. هم پیش همی کرشیدن او تم کسال بود، رفتیم همه خانمون همه کسا شیشتیم همو جده آمدک شیشت قطیمون چی بیارم تو چی میخرین؟ گفتم چی میکرد فقط بیایی تری بیارم تو و تلا میکنین بخرین. علفوی نو برامه بودم جه بهار بدوخه علفوی نو بوده گو تلا کنین و تلا بخرین. نفرم اومده افتخر سندی کرده که موجده با پگشت در نانی گرم بختیم چکتون بیارم شکرو میکنین اما کسا بشنین بخرین. هم که بچه خوب بوده. دویده رفت با چیز رو وارد هم کسل بود مزش نبود برای دکتر. دویده رفت دکتر گرفت اومده گفتیم که دست
و نداره رفته که مغازین مای بزرگ داره و همون چی را گرفت خریده که آورد و تم داد که نه تم سوز شوه آدمی کلان در بالای سر دیگه های فقط هم تری میگفته بیچاره خدا رحمتش کنه. برای میگن که خانه نخر میگن همسایه بخر. اول نگاه که همسایه چه خیلی هستن. هم دو درک به آزاری مرا اینجا ممکن بسیاری پادپیسچی‌ها ندارن. خیلی مثال پادپیسچی‌هایی که بر وقت در کانال ما بودن و یا میدونن برای درباره دو در ما ویدیو کردگی بودم فقط چی میکردم میگفتم که چی حادثه شدگیه. لیکن آدمایی که نمیدونن دو دری مرا همسایه‌اش کشتگی بودن در حوله خودش. این قریب 2 سال میشود. 2 فوریه روزی زودروزشه برای ما امروز شیشتیم کمتر یک جویا یاد بودی دو در مگذروندیم ای دو درکی ارمانی کمتر یاد کردیم. همون روز شما خدمت کریم بسر یکون کس نیاره. خیلی روزا ما در روسیه وقتی مرا تلفن کردن من دیگه تماما ندونستم چیکار کنم. رای دورمش بیزی بکی خیلی دیگه رفته نمیشه. فقط رو با همه تلفن آوردگی بدم. نمیخواد خدمت کریم هیچ کار نشون تا دهلا بدوخی سنیو چم شو گفته که برام علوی تون بیارم ما نگیجا میدونیم که همسایه او را میزنن. ما صبح هیچ وقت باوری نداشتیم که همسایه‌اش برام تری کنه. برای 10 درآمدک عید باید میشید علویشون کمتر بوده. سنیو چم ای پشتی خونه ایق علوی خریده. گفته او چی بخریدی؟ گفته علوی را گفته ایق همه دوده. گفته من خودم میوردم علوی را میرفتم او خانه میرفتم علوی تو میوردم درختو را میزدم. و چم گفته که در کار نیسته اوجا در ترانسفرماتر در کار نیسته علوی ما نیاره اوجا. بعد همی کار شیده ما هیچ وقت باور نکردیم که هم سیاسی را همتری کده. فکر کردیم که علوی را رفته هزمو را میده کده همونجا ترانسفرماتر سویت زده ایش جمعوده. چم گفته ما باور نکردیم همسایه. اول ما نفهمیدیم که همسایه همتریش کده. بعد فهمیدیم. توبه خدا نشانته. همون روز تو من تلفن کردی هم خیلی گفتیم ما вообще میگم دیگه نفهمیدم در زمینم یا که در آسمانم چیکاری کرده. گفتی کو گفتم چیکار کرده باشه. گفتم چه خیلیه چیکار کرده یا خیر سپاسیات بدوخی بچه سپاسیات چم گپ زدیم همون روز 10 بود کو حتی چم گپ زدیم و چم تبریک کردیم برای 10. گفت که مینا بزرگ رفتیم بزرگ خرید میکنیم میاریم صدلو دامونجا 10 حالی هم ماشین شتوزه که سرده دامونجا ده سوز ده ناز ده اگه جو میدارم همه تون سوزین همه من سوزیم. خیلی تام کسال بود مزش که نبود. اما ده کم کم خواتیر میشدیم. هر روز زنگ میزدیم و میپرسیدیم و تام سوزه نازه گفتیم پرسیدیم و تام سوزه نازه اینجا همه تون سوزین همه سوزه. امی 2 ساعت پس نگذشته بود که تلفن کن که امی بکیه شده. ما گفتیم البته سوید زدهش اگه جو میدونیم که تری میکنن همسایش. همسایش هم خیلی کده. این همسایه گشته است قاتل در آزادی گشته است. خودش نبینه فرزندش میبینه انشالله. دودر ما با هیچ که کار نداشت. یک بچه بی اوزار بود. توکلش به خدا انشالله که ای خدا ده یکون که زور نیسته. در این دنیا برآمده کن ای سودی جا ای جزای جا خلاص شد. ای جزای او دنیا خلاص نمیشه انشالله قاتل. اوه دیلی هم گوده که کوی اینوالیدی هم میگیرش. اوه دیلی یتیموی هم میگیرش انشالله. اینم خیل امروز نمی یاد بودی دو درکی مای زودروزی دو دری مای که در زندگیش زودروز نمیکرد. پروای زودروز نداشت. خیل خداوند جوش جنت کنه. مثل تو دیگر یک بلبل در باغ نمی آید و مثل تو دیگر یک بلبل در باغ. بگو به تو محبت چیست جایت جنت جاوی. بگو به تو محبت چیست جایت جنت جاوی. بی
رفتی صحنه ها خالی همه افسانه ها خالی رفتی صحنه ها خالی همه افسانه ها خالی بگو حالا به جایت کیست جایت جنت جاوی بگو حالا به جایت کیست جایت جنت جاوی